خسیسم. پول مفت نمیدم. واسه دختر خرج نمی کنم. 1000 تومنم 1000 تومنه. مگر اینکه از گشنگی بمیرم پول غذا بدم. بریم بیرون. خرج الکیه. دست نزن، مال منه. خودم خریدم، مال منه. بریم سفر. خرج الکیه. 1 تومن بهم قرض میدی؟ ندارم. بریم غذا بخوریم. خرج الکیه. پس چیکار کنیم؟ خرج الکی نکنیم. پول الکی نمیدم. این چیه؟ چی؟ همین دیگه. خب چیه میگم اونجا؟ کی؟ خیلی حالم بده. خب برو دکتر. نه پول اضافیه. بریم. این چیه؟ فلکسه. چرا الکی 200,000 تومن پول چایی بدیم؟ واسه خودتون بخرید. واسه ما نیاوردی؟ خودم خریدم. مهمون اومد وای فای رو خاموش کنم. ایکس باکس داری؟ یه دست فیفا بزنیم؟ دستهاش خرابه. دستمال کاغذیه رو مرتب میکنم دوباره استفاده کنیم. چایه رو خشک میکنم دوباره استفاده کنیم. یه هدفون میخوام بخرم. چه عجب. من اهمیت میدم به زندگیم، هزینه میکنم. خب از دیجی پی بگی. نه کلی کارمزد داره. تو هم خسیسی ها. نه من خسیس نیستم. من مدیریت مالی دارم. اینا رو با آب پر میکنم که دوباره نخرم. شامپو هم آب میریزم توش که دوباره استفاده کنم. میریدنت یا آدامس بخر. چنده؟ 20 تومن. وای